به خواب مرگ میری الهی. ببین چه خور و خوری هم میکنه قرشمال. بلند شو بینم بابا مافنگی. اکبر تویی؟ اکبر و مرگ، اکبر و در، اکبر و کوفتکاری. الهی بی اکبر بشی که شدی؟ خیال راحت شد؟ نه، بند ناف ما دوتا رو به هم بستن اکبر. تو رفتی حالم بیشتر خراب شده، از خواب و خوراک افتادم. سر تخته بشوننت الهی. دیگه چه مرگت آخه؟ یه شاخ بود جلوت، اونم من بودم. حالام که گور به گور شدم. دیگه چی میخوای آخه؟ ذلیل شده. نه اکبر، تو بودی بهتر بود. حالا که تو رفتی دیگه کی چشمک و چراغ بزنه واسه اون ور آبیا؟ کی اشوه شطوری بیاد؟ کی قر و قبیل بیاد آخه؟ میزنن بابامونو در میارن. خفه بمیر بابا قرنقورو. آخه مشکل تپه، تو برداشتی پیام نوشتی واسه مرگ ما. بازم هرچی نوبتتر نثار ما کردی. اونم نماز میت بود که واسه ما خوندی. حرمت میت رو هم نگه نداشتی تو. آخه من حجت الاسلام هم که نوشتی حجت الاسلام. حجت الاسلامی دیگه نیستی مگه؟ حیف که دستم از این دنیا کوتاه و اگر نه اون ریشاتو میجاییدم. آخه مگه خودت چی بودی؟ یه روزه خون دو پولی مگه بیشتر بودی نفله؟ مگه یاد نیست چطوری یه شب ولی فقید کردم؟ این بود دستمزد من. اکبر چشم سفید، تو اون دنیام داری به من سرکوف میزنی هنوز؟ کینه شطوری داری؟ خب خره، مگه ندیدی اونجا چی گفتم؟ گفتم از علاقش به من کم نشد. علاقه چی؟ کشک چی؟ تازه اینجا هم میگه علاقش به من؟ یعنی منظور اینه که من فقط تو رو دوست داشتم اما اکبر برای تو دوغم نبود؟ تقصیر خودت نیست، جنست خرابه، جنست جلبه. ول کن این حرفا رو، بگو ببینم اونجا چه خبره؟ امامو دیدی هنوز؟ نه هنوز بابا، هنوز کفنم خوش نشده، وقت زیاده. میگن یه سویت برای جفتمون تو جهنم رزرو کرده و فعلا دنبال اینم ببینم میتونم زمینای ته جهنم و واسه مهدمون قلامه کنم یا نه. تو خودت کی میای؟ برو ببینم، تازه با جنتی به فینال رسیدیم. من تا حلوای همه رو نخورم از این دنیا دل نمیکنم، به خصوص مال جنتی رو. خبر نداری مردنی؟ من تو را لیست اسرائیل رو دیدم، تو همون صفحه اولی. بیا اینجا میکنم مرجع تقلید اهل جهنم. ها 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 ها. یو ها 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 ها. اینجا هم واسه نقشه دارم. حالا صبر کن، اینجا هم بند خودم میشی.